هممون درگیر زرق و برق دنیا شدیم، هممون شدیم مقلد و گوش به زنگ فتوا شدیم، همه عاشق زنگ ورزش بودیم، کی درگیر موضوع انشا شدیم؟ چرا میگن تلخ حقیقت؟ چرا طلبکاریم از اهل نصیحت؟ کی باید بکشیم افسار خریت؟ دیدن خورشید فقط چشم سر میخواد نه چشم بصیرت. همه چی یه شکل برام، فقط خونه خودم مثل بهشت برام. تو دنیایی که همه پی شهرتن تمام تلاشمو میکنم به چشما نیام. وقتی از تو خالیم برا چی داد بزنم؟ بر نمیگردی برا چی صدات بزنم؟ یه چیزی میخوام که نمیدونم چیه، فقط میخوام واسه همه چی رو کنار بزنم. دلم میخواد برم توی آسمونا، یا اگه رو زمینم کنار باغبونا. تو دستم بیل باشه به جای قلم آبتنی، تو رودخونه به جا هموم و سونا. چه کیفی داره دلم به خوشیای کوچیک، چه میلی داره. روح و جسمم آزاده، نه بندی نه قیدی داره. گوش کن با دقت ببین چه حسی داره پشت سد چشم خوش، که هر کسی واسه نرسیدن به خواستهاش چه سیلی داره. ریشه ی همه چی برمیگرده به وجود، حرف زیاده برا گوشای شنوای سکوت. حرف زیاده برا گوشای شنوای سکوت.